انیسی کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. در ادامه چاره‌بینی‌های مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 3 با اشتراک مشاور شعبه معارف و کتابداران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات پنجکند سمینار گذرانیده شد. پس از صدا دادن سرود ملی سخنان آموزگار برده و شنیده شد. معلم برده و با حاضرین از گذرانیدن سمینار اطلاع داده، سپس خوانندگان در ادامه با سرودن سرود و رقص‌ها و نمایش هر گونه صحنه‌ها در وصف وطن خاطر حاضرین را بالیده نمودند. در هفته سمینار کتاب‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان معرفی گردیده، خوانندگان با یک حس وطن دوستی درباره آن اطلاع می‌دادند. در فرجام باشد نارو و رخشانه سخن نموده از رفت آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی سخن گفت. همزمان اشتراکیان دوری مکتبی آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است معرفی گردیدند. البته همگان میدانند که کتاب این چیست. کتاب منبع دانش، منبع عقل و خیرت و آن کسی که بسیار کتاب میخواند و بسیار میداند. از اون روزی که دینوزه ایلاس با مؤسسه تعلیم ما به کار آمدند، سیموی کتابخانه ما کلاً دیگر گشت و برابر این کتابخانه‌های زیادی را جمع آوردند. از طرفی دینوزه ایلاس بسیار کارها گذرانده شد. کنفرانس علمی بدیهی، اویده خواندن کتابخوانی، شعرخوانی، بسیار کارها به انجام رسانیده شد. به‌هوده شاعر رفته است که انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبحی دانایی کتاب است. به نام خداوند جان و خیرت، کردین بتر اندیشه و نگذرد. خداوند نام، خداوند جای، خداوند رزده و رهنمای، خداوند کیهان و قدان سپه، فروزنده ماه و نوحد و مه، زنام و نشان گمان بتر است. السلام علیکم معلمون و خوانندگان عزیز. اولا شما را خوش آمدید میگویم که به این درگاه مقدس وقتتون را دریغ نداشته آمدید. نوری دیده تاج سر، امروز ما برایتان درباره کتاب برنامه پیشنهاد میکنیم. کتاب خزینه است که تمدن و معرفت ملت ما و ملت تمام سیاره در آغوشش است. میگذاریم به معرفی کتاب. کتاب مذکور در اساس آثار علمی و تاریخی و معروضه های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرتب گردیده است. دوره چاپ شدن پیرامون خدمت‌های ماندگار و فعالیت سیاسی تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد و در حاشیه آن سیاستمداران و اربابان دولتی و سیاسی، عالمان و ادیبان و نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه عاید به فداکاری و تلاش‌های پایگیرانه موجودات بحری رشد آبادانی مملکت با صمیمیت و احساس بلندی، انساندوستی و وطنپرستی حرف میزنند. میگذاریم به لحظه فراغتی نوازش کتاب.
همگون بهره میگیرند و روح زندگی خود را معین میکنند. کتاب آینه است که انسان تمام کمبودی‌های خود را اصلاح کرده میتواند. مراجعت کتاب به خواننده. یکی از نعمت‌های بزرگ من هستم کتاب. من کتاب به انسان غذای معنوی میبخشم. میگویند که انسان هنوز هنگامی در بطن مادر بودن باید از این غذای معنوی که سرمنشأش من هستم کتاب بهره‌ور گردد. من کتاب در همه دور زمان برای پیشرفت و رشد شخصیت و جمعیت ارزنده‌ترین به حساب می‌روم. در دوره من شاعران زیاد شعرها نوشته‌اند و یکی از آنها دولت سفر میباشد که این پارچه از است. از هر نفسی کشیده آثاری نیست، بر هر دیری گوشی طلبگاری نیست. انصاف دیگر در سری بالاری نیست، خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست. شما باید زبان شاعرانه تاجیکی را همچون مادر و وطن خود دوست دارید و آن را همچون گوهر بی‌بهای هستی‌مان حفظ نمایید. بنابراین شما را نباید ورق‌های مرا درمانید و برای من خط کشید. شما را می‌باید مرا خوانید و از من برای خود علم آموزید. Книга – наша честь. Мы должны оберегать свою книгу, как свое родное сердце. Мы не должны делать своим книгам больно. Каждая книга стоит своего достоинства, своей чести. Мы не должны делать книгам больно. Наши книги будут плакать. Если сейчас у нас в руках книга таджикского языка, если мы не откроем его страницу, не выучим наизусть его стихотворение, не сможем русскую перевести на таджикском, то когда мы прилетим сюда, в Таджикистан, мы не сможем хорошо общаться с таджиками. Но если сейчас у нас в руках книга английского языка, если мы откроем его страницу, сможем русскую перевести на английский, то когда мы прилетим в Англию, то мы сможем хорошо говорить с англичанами. Как и говорится в этом песне, мы должны оберечь своих книг. У неряхи Гриши жили-были книжки, грязные, лохматые, рваные, горбатые, без конца и без начала, переврыты, как мочало, на листях каракули, книжки горько плакали. Дрался Гриша с Мишкой, замахнулся книжкой, дал разок по голове, вместо книжки стала дверь. Вот и плакали и книжки. Что нам делать с этой Гришей? И сказали братья Гримм, вот что книжки, убежим. برمن سبق دادی کتاب، گل در طبق دادی کتاب، آرزوی شیرین مرا از هر ورق دادی کتاب. تو همدم ساز منی، تو باغ و پرواز منی، در خانه و در مکتب هم صحبت ناز منی. کتاب معلمی است که از تو چیزی را پنهان نمی کند و مونسی توست در تنهایی. به همه مسئول است که کتاب برای منع علم و دانش سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهانی، متمدن خواسته، آینه حیات و کلید دری گنج سخن است. رقص
مکتب و تو یاد می‌دهد علم و ادب. مکتب ز تو می‌برد غم و رنج و تعب. یک نقطه مستحل ز مکتب دارد. آدم نشود اگر کسی از مکتب. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره کتاب گفتند کتاب یک رکن مهم تمدن بشری و جزء جدانانپذیر زندگی انسان است. از اینجاست که مردم عالم با عرض احترام و گنجینه معنوی نیاگان کتاب را در خزینه‌های ملی خویش نگهداری می‌کنند تا اینکه نسل‌های امروزه و آینده از آن برای رشد و کمالات معنوی خود استفاده برند. صحنه‌چه 1000 سال مقدم در بخارا مردی نابغه با نام ابوعلی حسین ابن حسن ابن علی ابن سینا حیات به سر می‌برد. ما امروز صحنه جالب از حیات کودکی این شفاکاری بزرگ، منجم و ریاضیدان مشهور، همچون شاعر و نویسنده نامی، نظریاتچی معدن‌شناسی، موسیقی شناس، فیلسوف پیشکش شما می‌گردانیم. حسین در کودکی رفیقی داشت با نام عمر. روز آنان از کوچه می‌گذشتند. آنها با هم واخورده حال و احوال پرسی نمودند. السلام علیکم دوستان. سلامتیت خوب است؟ بله خوب هستم. بیا در هوای تازه سیر و گشت نماییم. حسین، انا اگر پناهخواست پول یابیم چیکار میکنه؟ اگر پول یابیم من با همه پولهایم کتاب میخرم. من باشم به همه پولهایم شیرینی میخرم. من کیها با شیرین نخوردم. حسین، با آنجا نگاه کن. در آنجا چی است؟ حسین، یک همیانی افتاد. در درون چی باشد؟ انا پول افتاد. در درون همیان بسیار پولها بوده است. اگر این پولها را خانه برم کشیده میگیرم. باید که تیسر صرف کنه. این پولهای بسیاره بوده است. صاحب این پولها کی باشد؟ و صاحب این پولها چیکار داری؟ رفتیم به بازار میره. من شیرین دست دارم. السلام علیکم. و علیکم سلام پسرم. به شما چی لازم؟ از همیان شیرین دیه؟ خوب شده است پسرم. رحمت، تو به همه پولهای کتاب خریدی؟ من دیگر با همراه تو پول نمیابم، چون که تو فقط پولها را به کتاب صرف میکنی. من این کتاب‌ها را کیها باز جستجو کرده ایستاده بودم. عاقبت پیدا کردم. من تو هم حکومت رو به مادر شیرین اما اقلا یکان سوادارش رو درباره سیمو نخریدی؟ حسین دوستم، از این کتابخانه چی میگیری؟ رفته به خانه ما برویم، از بازی میکنیم. نه من باید این کتاب‌ها را باید تا آخرش خانه کنم. نه من دیگر با تو دوستی نمیکنم. حسین جواب نمیگوید و تا فرا رسیدن شام کتاب میخواند. همین طور عمر همه بادام‌ها را میخورد. حسین باشد کتابخوانی را دوام میدهد. بهترین گنج وفادار کتاب است کتاب، یاری به زحمت و آزار کتاب است کتاب. مکتب سبب
олами фанҳо. گئوگرافیا چی فهم؟ احمق تو نشد با من. دولت‌ها را نامبر کن. پایتخت‌ها را از بر کن. در وصفش معلومات ده. در خریطه نشان ده. پرسن اینجا کجا؟ گویی اینجا نافهما. اینجا چوبی بالا یا که خانه ماما. این فن همه این را فهمانه فرما. از این رو از این پس من طرفدارم به این فن. درس زبان را با ادبیات بدهید دقت. گیرید یاد از شاعران و نویسندگان، عزیز محفل خوانندگان. این فن و حرف را عزیز دارید، کتاب‌هایش را تمیز دارید. گئومتریا فن شفاور، خوب دقت دهی میکنی باور. حتی معلومات دایر نقطه یک بارگی روخان میشوی پخته. فن را اگر با دقت خوانی روی زمین را هر وجه دانی. با خریطه تو اگر کار کنی از همه دنیا شوی خبردار. تاریخ فنی زر هست با ما ضرور. اکادمیکش مشهور بابا جان غفور. تاریخ باشد گذشته خویش. این فن را باید دانی تو از همه بیش. فنی تاریخ را دانستنش خوب. همه تاریخ‌دان‌ها هستند محبوب. درس الگبرا لازم و ضرور. خوب آن را خوانه میشوید مشهور. فن الگبرا که خوب دشوار پیوسته آموز آن را به تکرار. زئولوژیا و همه در کار. دایر ماهی هم دایر مار. دهد معلومات از سر یک حیوان. رفت این فن را از تحت دل خواند.
و همکسخون عزیز به همه شما این بهار نازنی که با آمدنش با سفیدی آمده است برکت زندگی و خوشحالی پیشروی و سربلندی رو خواهانم. کتاب واسطه ضروری معیشت هر روزه آدمان گشته است. کتاب را میخوانند، قدر میکنند، جمع میآورند و دوست میدارند. همچون سرچشمه تمام نشونده دانش، همچون دوست و یاردمچی عزیزشان میدارند. کتابخانه چون مؤسسه فرهنگی، معرفتی و اطلاعاتی در کار سازندگی و بنیادکاری خوانندگان برای بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان و معنویات آنها سهم خاص میگذارد. و دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 و مدیر کتابخانه مؤسسه و همه تشکیل کنندگان و خوانندگان این مؤسسه برای تشکیل نمودن سمینار کتاب منتداری خودم را از نام مدیر معارف شهر پنجکند قاسموف مقصدالله بیان می نمایم.